چه خبر ابوزبیر؟ تا به اینجای کار همه چیز بر وفق مراد توست ولید. 1 محراب و 3 امام. بهتر از این نمی‌شود. چنانچه بر ولید حرجی باشد جورش رو خلیفه میکشد. بر ما حرجی نیست. مخالفت ما با امیر کوفه باعث میشود تا کوفه شق شود. معصیت این کار به گردن کیست؟ شیخ بداند و باز مخالفت کند معصیت کار نیست. پناه بر خدا. تکلیف روشن است. شیخ خادم رسول خدا بوده، اما ولید چه؟ خداوند او را فاسق خوانده. ما چطور به او اقتدا کنیم؟ ابو موسی اشعری حق را کتمان می کند. بی‌طرفی در امور مسلمین از معاصی کبیره است. کسی که دلسوز امت باشد بی‌طرف نمیماند. 2 دستگی شده. قصدش بیعت شکنی با خلیفه نیست. این چه حکایتی خلیفه است؟ از اخبار کوفه مطلع نیست. شیخ می‌خواهد این چند دستگی چه منو دارد؟ حقیقت را بر خلیفه روشن کند. کسانی که طالب دنیا و عقبا هستند به ولید اقتدا می کنند. کسانی که بی‌طرفند و تارک دنیا به ابو موسی اشعری. کسانی که نه دنیا دارند و نه عقبا به شیخ کوفه اقتدا می کنند که هنوز نیامده است. تو هم که بیعت شکنی و اهل دوزخ باید به خودت اقتدا کنی. ساکت شو بیدین. تمام به شیخ اقتدا میکنی یا به ولید؟ ولید چه جان سخت است بانو. گمان میکردم به تیر دیشبم او را کشتم. مرد به تیر زن نمیمیرد دختر، زانو میزند. بیا بیا. چه به روز ولید آورده ای؟ بدقلقی نکن دختر. من میدانم در دل تو چه قوقایی است. اقتدا کردن به ولید حرام است. شیخ، این چه بدعت هولناکی است؟ خانه خدا 1 محراب دارد که ولید آن را غصب کرده. ابو موسی اشعری امام بی‌طرفان کوفه شده. تو هم که دایه امامت داری. زیر یک سقف چند امام جماعت نماز میخوانند؟ مستحب است که 1 تن نماز بخواند. این صفبندی نشانه همان سنت جاهلیت است. در کعبه هر قوم به بتی نماز میبرد. هر بت که زر و زیور زیادتر داشت نشان مکنت و مقام آن قوم بود. در حال حاضر کوفه گرفتار همان مصیبت شده. نماز خواندن در این مسجد حرام است. در حیرتم مالک. این پدر و دختر چه افکار فتنه‌خیزی دارند. خدایا این قوم فتنه‌جو را هدایت کن.
کوفه اقتدا کنیم؟ اقتدا کن اما نیت نکن. ما در نماز به خدا سجده می کنیم مالک، نه به ولید. ولید میخواهد با زنده کردن تعصبات قومی قبایل کوفه را به جان هم اندازد، چنانچه ابو موسی اشعری نیت پلید ولید بداند جاه طلب است، نداند ابله. مالک با اقتدا کردن به ولید مکر او را به خودش برگردان. هر کس به شیخ عقیده دارد به ولید اقتدا کند. تخم این فتنه را تو کاشتی پسر مسعود. بله تو بین مسلمین کوفه شکاف انداختی. چه شد؟ تا دیروز ناصالحی ولید را جار میزدی، امروز به او اقتدا میکنی؟ ولید تو را هم خرید؟ ابو موسی تو عقیده داری نزاع من و ولید کار دنیاست. ادعا کردی بی‌طرفی و در امور دنیایی مداخله نمی کنی. بر عقیده خود ثابت باش. من اگر دست از نزاع با ولید بکشم خطاکارم؟ معصیتکاری. تو با اقتدا کردن به ولید ادعای قبلی خودت را انکار میکنی. تو یقین نداشته چرا به مسلمانی بهتان زدی و حرمتش شکستی؟ من کجا منکر شدم؟ هر چه از من راجع به ولید شنیده عین حقیقت بوده. پس جایز نیست که به او اقتدا کنی. اقتدا هم نکنم معصیت میکنم. تو دیوانه‌ای. تو هم ساده ای ابو موسی، زود فریب میخوری. مواظب باش ایمانت را معامله نکنی. استغفرالله. ببینی ابو زبید، تا او در کوفه باشد ما به مقصود نمیرسیم. مراقب باش نماز را زیاد و کم نخوانم. الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نه وردان نه، تا شیخ در کوفه باشد هر اقدامی بیهوده است. از دیان به موعظه های او دست از خونخواهی دینار کشیدند. کافیست قاصدش موقع اخبار کوفه را به علی برساند. علی واسطه نزاع ما با مردم کوفه باشد همه زحماتمان بیهوده است. دروازه کوفه را بر قاصد شیخ ببندید. با ابا قطام چه کنیم؟ هر روز فتواهای آتشین صادر می کند. از کسی که در ابراز عقیده افراط می کند نترس. چه دشمنی برای ابا قطام قوی تر از خود اوست؟ مبادا مزاحمشان باشی وردان. برو ششتانگ حواست را جمع قاصد شیخ کن. چه شده؟ شک بین 2 و 4، 3 و 4، 4 و 5؟ جسمت در محراب بود اما روحت با خدا نمی پرید. کجا بودی ولید؟ دخترکان سیاه چشم رقیبان خدایانند. دایه جان عجب حسن سلیقه‌ای دارد. بیا شاعر، شرط میبندم اخبار دایه جانم سحر شعرت را باطل میکند.
یافتم. جواب بسیار شاعرانه است. اقتدا کردن به ولید حرام است. اقتدا کردن به کسی که مجنونشی عین شرک نیست. نمیدانم. نمیدانی؟ تو قافیه رو باختی شاعر، قافیه رو باختی. اشعار کهنه و پرتمطراقت ارزانی دل خودت. من دیوانی یافتم زنده و سرشار که دوای دل هزاران دل عاشق است. دیوان مجنون عراقی است؟ خیر، دیوان دختر کوفه است با قصیده بلند فرات و یک جفت چشم سیاه. فرات شعر من جاری است، چشمهای سیاه شعر من زنده اند. امر کنی همه قصیده هایم رو سر میبرم. قطام، باز که مرغابی شدی بچه؟ آب فرات است دای جان، روح را جوان می کند. شام چه پختی دای جان؟ آش 8 حبوب. بانوی نقابدار پخته؟ نمیخورم، من نمیخورم. من بعد آش او به دهانم مزه نمی کند. موضوع قطام را فهمیده؟ بله، زن باشی و اهل بادیه باشی و شوهرت را نشناسی باید به جای تاپاله در تنور انداخته شوی. مثل سگ گله بو می کشد و زل می زند. به همه چیز مشکوک است. او تو را خیلی دوست دارد. من به آش او مشکوکم. کاش میتوانستی. نمیتوانی، غلاف کن. تو همه ایل و تبارش را تف کردی. نه فقط ایل و تبارم، جوانی و عمر را هم اضافه کن دایی. پشیمانی. برو. بروم؟ کجا باید بروم؟ خیلی دیر مرخصم کردی ولید. من باید بمانم. بوی دود میدهم نه؟ توفم میکنی؟ من سر سفره هوست میمانم تا دست پخت عشقهای دروغین را زهرت کنم. بو کن. بوی شترهایی را میدهم که با وعده و وعید از قبیله‌ام غارت کردی. به خودت توف کن عیاش. من بادیه نشین ساده ای بودم که روزی 1000 بار با دروغ‌های عاشقانه تو رنگ شدم. کجا بروم؟ من نه در این کاخ 1000 عروس سرشناسم و نه کوخ نشینان ایلم مرا میشناسند. از چه دلخوری مادر؟ از سرنوشتم. چند سال دارم؟ بودی و دیدی. تا به حال با دستهای خودم موهای 10 عروس را برایش شانه کردم و هل و میخک چسباندم. شب تا صبح غلط میزند و با هر آهی هوس تازه‌ای به سرش میزند. قطام هوس تازه اوست.
امرا برای عروسان خود دروغترین مردانند. او را دلی باشد پر از عشق ریاست است. قطام را مثل ما سیاه بخت نکنی. ولید سنگ تفرقه انداخت. امروز اقوام کوفه مقابل همند ابا قطام. امثال اشعث کندی به سکه های ولید فریفته شدند و تجهیز قشون کردند تا با قوم ازد و اسد بجنگند. ابو موسی اشعری هم به نعل میکوبد و هم به میخ. مالک اشتر نخعی زمانی با ولید ضدیت میکند و زمانی مصالحه. کوفیان شق شدند ابا قطام. اگر بانیان فتنه در کوفه نابود نشوند به خدا قسم فردا روز پدر بر پسر و برادر بر برادر شمشیر خواهد کشید. تا کوفه تباه نشده باید کاری کنیم ابا قطام. شیخ چرا کتمان حق می کند؟ یکی از بانیان فتنه در کوفه هموست. او با علی سازش کرده. به جای تبلیغ دین مبلغ علی در کوفه است. مریدان علی بیعت نمی شکنند ابا قطام. بیشک علی خود را خلیفه بعد از عثمان می داند و به هزار دلیل سکوت کرده و در خل عثمان شرکت نمی کند. تو علی را مرد سازشکاری می دانی؟ سکوت علی بر بدعت‌های خلیفه چه معنایی دارد؟ علی و عثمان هر دو قریشی‌اند و از پشت عبد مناف. هر دو داماد پیامبرند. جدا از خویشاوندی سکوت علی دلیل محکم‌تری هم دارد. او رقیب عثمان در شورای 6 نفره عمر بوده. پس از دوراندیشی مثل علی بعید است که خطر کند و بیعت با خلیفه را بشکند و بر او بشورد. آیا مسلمین بعد عثمان در بیعت با علی تردید نمی کنند؟ نمی گویند علی رقیب خود را کنار زد تا خود به جای او تکیه زند؟ الله اعلم. پشیمانی؟ از چه؟ از اینکه بیعت با خلیفه را شکستی. من به تکلیف دینم عمل کردم. چرا پشیمان باشم؟ پس عزم جزم کن ابا قطام. کار را تمام میکنیم. برای برداشتن خلیفه امیر و شیخ کوفه مزاحمند. تو و پسرانت شیخ را میکشید، من و پسرانم ولید را میکشیم. قبول است؟ بمانید. کشتن ولید با ما. کشتن ولید کار آسانی نیست. شما از عهده این کار بر نمی آیید. تو راست میگویی، شیخ را بکش. شما چرا شیخ را نمی کشید؟ به همان دلیل که شما مایل به کشتن شیخ نیستید. تو دلیل ما را میدانی؟ طرفداران ولید مادی اند و طرفداران شیخ ایمانی. کسانی که با شیخند دل به ایمان شیخ دارند. کسانی که با ولیدند چشم به خزانه کوفه دارند. اگر شیخ کشته شود یارانش جز به قصاص راضی نمی شوند.
اما ولید کشته شود خزانه کوفه هست. بعید میدانم در کوفه کسی خونخواه ولید باشد. خونخواه ولید؟ خونخواه ولید خلیفه عثمان است. خلیفه در مدینه است نه در کوفه. جل الخالق. آدمی تربیت کرده ای یا پری ابا قطام؟ قبول کردم. شیخ را ما میکشیم. خونخواهانش را چه میکنی؟ شیخ طوری میمیرد که احدی به ما مشکوک نشود. تو چطور ولید را میکشی؟ ولید را یکی از نزدیکان خودش خواهد کشت. جل الخالق. ولید، تو را به تیر عشق میکشم و خصمت را به تیر خشم. بجنب ولید، کوفه مال ماست. کی مرده و کی زنده؟ دختر کوفه و بیخبر؟ تازگی ها چشمان تیزبین دختر کوفه تار می‌بیند، گوش‌هایش سنگین می‌شنود. چند روز است که به کلاف سردرگم میمانی دختر. همیشه ما از تو میپرسیدیم چه خبر. طوری شده؟ بگویم خون در رگ غیرتت به جوش میآید. کار دست خودتون من میدهی. بگو چرا وحشت کردی؟ فاتحه شیخ کوفه را بخوان. مرد؟ کاش مرده بود. ما هم قصه ای نداشتیم. کوفیان مرده پرست حامیان شیخ مرده را بهتر میخواهند. جلو پلاس جمع کن دختر. شاید بخواهیم کوفه را طلاق بدهیم. بناز شیخ را نفی بلد کنند. قطام، از آذین بستن کوفه و شترکشان و قلقلتی کارا چه میکنی؟ تو خواب دیده بودی کوفه دخترش رو عروس میکند. سیاه تختی ببین خواهر، خوابزم وارونه است. با یک گله بچه خانه بدوشی را بگو. یکی به کول، یکی به بغل، یکی به شکم. چه جان کندنی، صد رحمت به زنده بگوری. وای که چه سر پرتقی. خاک بر سر شدیم خواهر. شلوغ نکنید. شما از زن بودن تنها قدقدش را بلدید و بارداریش را. باز هم می توانید حامله شوید و پسر بزایید. شیخ از کوفه برود ولید پاپه بیعت شکنان می شود. ولید زخم خورده ماست. شیخ را براند ما را هم می شکند.
شدیم چوب دو سر نجس. کوفیان بنده ترس و تمند. امروز یا شیخ میکنند، فردا به یک چشم قره ولید همه ما را میفروشند. تا دیر نشده بایستی ترک دیار کنیم. در کوفه بمانیم طعمه ولیدیانیم. ای ابن وهاب بیشرف رزل! او میدانست حکم تبعید شیخ در راه است. عمدن ما را به کشتن شیخ تکلیف کرد. میدانست قبول نمی کنیم. به ناچار باید ولید را بکشیم. ما فریب خوردیم. مردک مایی نامسفاد. کجا ابا قطان؟ مادرش را به عزایش می نشانم. طوری نشده ابا قطان، چرا پریشانی؟ طوری نشده؟ ولید شیخ را از کوفه براند روی سرپنجه راه می رود و هر من مبارز می طلبد. من به چه دل خوش کنم؟ به کوفیانی که نماز صبح و شب را به 2 تن اقتدا می کنند؟ حد دارم همین جماعت رجاله‌ای که قصد ما می دانند فردا با ولید آشتی می کنند. ولید نیت ما بداند به تیغمان می سپارد دختر. با کدام مدرک؟ مدرک برای چه؟ ما گاو پیشانی سفید کوفه ایم. ولید همون شغال گرگدندانیست که تو بر منبر زایش کردی. یادت نیست؟ ها؟ ای وای، تو تنها یک سوی جنگ میبینی، خون و شمشیر. چرا نمیتوانی باور کنی که مثل ولیدی را میشود به یک اشاره کشت؟ کشت؟ پس چرا دست میکنی؟ راست میگویی ولید را بکش. ولید مرده. اگر زنده بود که شما نمیتوانستید شخ در کوفه بگردید و زبان به دشنام او بگردانید. تیر من به دل ولید نشسته. در خواب ولید را کشتی یا در خیال؟ بگویم طاقت شنیدن دارید؟ بگو که من بد شنیدم قطام. من حرف بدی نزدم. بی حیا، بی شرم، من به تو عفاف آموختم. که چه؟ که به صدای هر تقلبابی به پسو بخزم و انگوش در دهان کنم و با صدای کلفت مردانه به میهمان بگویم علیکم السلام؟ که حق نداشته باشم بر مزار مادرم بلند بخوانم و بگریم؟ خدا به من چشم داد تا تو بگویی چه ببین، دل داد تا تو بگویی چه بخواه. خودم نخواهم، خودم نبینم. میدانستم شما طاقت شنیدن ندارید. خب پس انگوش در گوش کنید تا نشنوید. من ولید را به جرم اینکه دشمن خداست بر منبر خراب نکردم. من با این کار میخواستم ولید را مال خود کنم. اعوذ بالله من شر الشیاطین الرجیم و الرجیمه. اعوذ بالله من شر تقصیر. الهی علم بریده راش فروش. دلاوران بر خواهرشان شمشیر میکشند یا بر برادرشان؟ ابا قطام، به شیر پسرانت بگو که من سالهاست دخترم را زنده در گور کردم. بگو که من ایام بلوغ را در دامن طاقت کشیدم و جز واجبات به شمشیر سخنی نشنیدم. بگو چرا از شوی گریزانم. بگو که من روح زنانه دخترم را کشتم. حرف من با ولید حرف لیلی و مجنون نیست، حرف مجنون با مجنون است. جنگجوی زن ندیده اید؟ اگر زره بر من حرام است، چشمان سیاهم کار زره را می کند، زبانم شمشیر برنده است، کمانم ابروست و کمندم گیسو. شما خون ولید می خواهید و من قدرت ولید. ما تا شیطانی مثل تو در خانه داریم، برکت و رحمت و ایمان از ما گریزان است. شقت میکنم بی حیا. بکش خلاصم کن کلشم. غلوف کن. غلوف کن.
چه به روز خودت آورده ای دختر؟ این روز تیره را از تو دارم ابا قطام. تو برایم پدری کردی نه مادری. من مرد بودم و پدری میدانستم. پس باز هم پدری کن. بگو وصلت با ولیدی که دشمن خداست حرام است. تو تنها همینها را میدانی. یا امیر، عنقریب از کوفیان شورش کنند. در خانه شیخ جای سوزن انداختن نیست. همه او را به ماندن در کوفه دعوت می کنند. شیخ چه می کند؟ مردم را به صبر موعظه می کند. فقط صبر؟ نه، صحبت از یکدلی کوفیان هم هست. شنیدید؟ یکدلی کوفیان. ما چه کنیم؟ حکم خلیفه را اجرا نکنیم؟ برای اجرای حکم مشکل کوفیانند و مشکل گشا هم کوفیان. اگر گله‌ای موافق رفتن شیخ باشند می توانند راه را باز کنند. یعنی کوفیان را به جان هم بیاندازیم؟ قرار باشد حکم را اجرا کنید و کوفیان مزاحمتان باشند، چاره‌ای جز جنگ ندارید. کوفه ناامن می شود ابو زبید. پس از اجرای حکم خلیفه صرف نظر کنید. من مقصود ابو زبید دانستم اشعث. جنگ کوفی با کوفی جنگ لفظ با لفظ است، نه جنگ شمشیر با شمشیر. افراد من میانجی نزاع می شوند تا خونی ریخته نشود. شیخ ترس از برادرکشی دارد. وقتی مخالف و موافق ببیند با میل و رغبت کوفه را ترک می کند. من تابع نظر جمع هستم. شما جماعت سمون بکم حرفی بزنید. زبان این جماعت توی اشعث. تا کوفه آرام نشود وعده امارت همدان کشک است. مراقب اوضاع کوفه باش وردان. به شیخ بی حرمتی نشود. با سلام و صلوات بدرقه‌اش کنید. اطاعت. حضرات هم باید بجنبند. مایلم که مخالفان و موافقان را همسنگ هم ببینم. فقط همین امشب را مهلت داریم. می توانید بروید. شیخ از کوفه مایه سرشکستگی است برای ما. شیخ باید در کوفه بماند. برادران آرام باشید. برادران خاموش باشید. خاموش. آرام باشید. برادران، شما نماز ودا را هم با شیخ خواندید. چرا به خانه هایتان نمی روید؟ شیخ باید قول بدهد که در کوفه میماند. شما که نظر شیخ را شنیدید.
ماندن شیخ در کوفه بیعت شکنی با خلیفه است. چرا اصرار میکنید؟ شیخ بیعت نشکند، ما جبرش میکنیم که بماند. خلیفه بداند کوفیان خواهان شیخند، به ماندن شیخ در کوفه راضی میشود. پس ولید در کوفه چه کار هست؟ ولید امیر کوفه است. باشد، ما به او تعرضی نمی کنیم. خب اگر کوفیان یک دل باشند شاید بتوانید شیختان نگه دارید. فروشانه به ولید بافتند. کوفیان آزاده به شیخ وفادارند. شیخ باید بماند. در کوفه بمان. شما قبل از ولید و شیخ یک بودید. آمنین تفرقه را از کوفه برانید. بمان شیخ، ما تو باید میکنیم. شیخ باید در کوفه بماند. یا در کوفه بمان، یا بر در شما بکن. راه را ببندید. از کوفه برو. ما نخواهیم گذاشت شیخ برود. شما با خدا باشید. هر کس بر له یا علیه من حرفی بزند ناخواسته گول شیطان کوفه را خورده. حذر از تفرقه، بترسید از نفاق. خلیفه مرا احضار کرده، نافرمانی نمی کنم. راه را باز کنید. یا شیخ، تو وقتی به تبعید خود راضی باشی یعنی بر خطای خود اقرار میکنی. کوفه بی تو آسیب میبیند. در حال حاضر کوفه با من آسیب پذیر شده. ای اهل کوفه، بدانید که آدمی فی نفسه 1000 قبیله در بطن خود دارد. هر قبیله را اسب سرکشی است که دست آموز شیطان است. مبادا افسارش رها کنید. بر قبایل وحشی باطنتان امامت کنید. شما قومی هستید که همسایه دیوار به دیوار نبوتید. به خاطر داشته باشید زیر آسمانی نفس میکشید که ستاره باران نگاه محمد است. بر زمینی راه می روید که نامش در عرش ورد زبان ملائک مقرب است. به زبانی حرف میزنید که ذات باری با آن زبان
حجت بر بنی بشر تمام کرد. کاری نکنید که نسل‌های بعد از ما اعراب را شایسته این همه افتخار ندانند. امان از پچ پچه و وسوسه، امان از تفرقه که همچون ملخ خوشه ایمان را از ساقه جدا می کند. به جای کینه توزی دوستدار هم باشید، به جای تهدید نامه پند نامه بخوانید. نیاکان دور و دورتر ما کشته و کشته شدند تا ما نکشیم و کشته نشویم. حلالم کنید. هر کس بر من حقی دارد همین جا بستاند. بر هر کس بیدادی کردم همین جا قصاص کند. هر کس بر من عنایتی دارد از مالک اشتر نخعی جدا نشود. این مرد به کلامی از کلمات علی شباهت دارد. مادام که دل و گوش به او دارید از گزند ولیدیان و ولید در امانی. مالک، عمری باقی باشد چشم به راه کوفه می دوزم، منتظر می مانم تا از قاصدت خبر تسلیم قوم ازد و اسد را بشنوم. دلمان برایت تنگ می شود. نگو مالک که دلتنگی ها را حکایتی است. منم دلتنگ دیدار علیم. خدا نگهدار. برویم. جهیزیت را آماده کرده ای دختر جان؟ جهیزیه ما ایمان ماست. ایمانت یا دلت؟ تو را به خدا مثل شیخ حرف نزن. جای تو در حجله است نه بر منبر. چرا سیاه‌پوشی نازنین؟ ما سوگواریم. خاک عالم بر سرم. بلا دور است دختر. این کاروان که دیدی جنازه پدر کوفه را با خود برد. دختران کوفه چله نشین اعضای پدرند. وای، پس 40 روز باید صبر کنیم؟ تو میخواهی ولید را دغمرگ کنی؟ اگر هم بله بگویم زغمرگش کردم. خدا پشت و پناهت.